هزینه عمومی هر دو مکتب یعنی لیسه اولیاتو و شغله و مکتب ابتدایی معرفت در حدود 260 تا 270 لک هزینه خورده و هزینه عمومی از این خیرین داخلی و خیرین خارجی حتی کسایی که از این منطقه بوده یا نبودن علمی 260 تا 270 لک را خیرین خود از این منطقه و خیرین بیرون کمک کردن و مردمایی که داخل منطقه بودن چی درخت دادن چی مال دادن چی به هر حال جنس دادن در مقابلش یا کار کردن در حدود 260 تا 270 لک هزینه خوردن و مکتب لیسه اولیاتو هم انشالله که تا یک 10 روز 15 روز دیگه او هم افتتاح میشه. تشکر و قدردانی از کلیه خیرین داخلی و خارجی به خصوص مسافرین عزیز، تاجران ملی و اونهایی که برای آینده این مملکت نگرانند. از ولایت های ما اینجا خیر زیادی داشتیم، از سایر ولایت ها گرزگان، بامیان، دایکندی، کابل، قندهار و جاهای زیادی. این به همت خیرین ساخته شده. یکی ایده تا صنف 6 و یک لیسه پسرانه دیگه است که انشالله میریم میبینیم او هم ساخته شده.